Vamos a leer este texto. بریم که این تکست رو بخونیم. Hay que saber. Hay que یعنی لازمه. Saber دانستن. Desde 1978 از سال 1978 España, Reino de España, está dividida en 17 comunidades autónomas. comunidades autónomas یعنی ایالت‌های خودمختار. Reino de España یعنی پادشاهی اسپانیا. Dividida یعنی تقسیم شده. Está dividida تقسیم شده است. En España se hablan 4 lenguas. lengua میشه زبان. 4 4. hablan صحبت میکنن. En España در اسپانیا صحبت میکنن 4 تا زبان. Número 1, el español o castellano en todo el país. español o castellano که در تمام کشور صحبت میشه. país میشه کشور. todo هم که میشه همه. Número 2, el euskera en el país vasco y en Navarra. el euskera که در ایالت پایس باسکو یا ناوارا درش صحبت میشه. Número 3, el catalán. catalán en Cataluña, Valencia y Baleares. Número 4, el gallego en Galicia. gallego هم که در گالیسیا بهش صحبت میشه. En España viven más o menos 48 millones y medio habitantes. یعنی 48 میلیون نفر درش سکنه داره. حالا خورده ای هم داره دیگه. Es un país desarrollado. país desarrollado یعنی یک کشور پیشرفته. Con altos ingresos. ingreso میشه درآمد. درآمدش خیلی بالاست. alto میشه زیاد. Gracias a sus características únicas یعنی با توجه یعنی با تشکر از اون ویژگی های اونیکاس یعنی خاصی که داره. Es un gran potencia turística. پتانسیل توریستی زیادی داره. y el segundo país más visitado del mundo و همچنین دومین کشوری هستش که توریستا از کل دنیا میان و در واقع اونجا رو درش گردشگری میکنن و میبینن. Sorprendente, diversa y llena de contraste, la naturaleza de España produce un efecto maravilloso. maravilloso یعنی فوق‌العاده. اون efecto maravilloso یعنی تاثیر خیلی خارق‌العاده‌ای داره. sorprendente یعنی باعث تعجب و حالا شگفتیه. دیورسا llena de contraste یعنی اسپانیا پر از تنوع، پر از کنتراست هستش و طبیعتش یه جور طبیعت مثلا مشخصی نیست فقط بگیم مثلا گرم و خشک، نه، مثلا ایران خیلی تنوعش llena de contraste یعنی پر از تضاد هستش. Los parques nacionales el parque میشه پارک. nacionales یعنی پارک ملی de España son muy importantes. son یعنی هستن. muy importantes یعنی خیلی مهم. importante میشه مهم. y por eso و به خاطر همین muchas de estos parques بسیاری از این پارک ها han entrado en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. پاتریمونیو موندیال، پاتریمونیو یعنی میراث جهانی، موندیال جهانی، پاتریمونیو میراث، موندیال جهانی. دل اونسکو که همون میراث جهانی یونسکو. لیستم که خب همون لیست. انتراد یعنی وارد شدن. و اینکه میگه که بسیاری از این پارک های ملی چون خیلی مهمن طبیعتاً وارد اون میراث جهانی یونسکو هم شدن. en la که همون لیستی که در اون también همچنین یعنی همچنین se encuentran یافت میشن los parques nacionales de Serengeti Yellowstone La Gran Barrera de Coral. پارک هایی مثل سرنگتی، یلوستون و La Gran Barrera de Coral هم تو همون لیست هستن. La Gran Barrera de Coral درش از لحاظ مرجانی خیلی غنی هستش. لزومی نداره تمام لغت این در واقع تکست رو شما یاد بگیرین، فقط این قسمت رو برای این یاد گذاشتم که شما یه آشنایی با کشور اسپانیا داشته باشین. خیلی ممنونم که ویدیوی ما رو تا اینجا دنبال کردین. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر که مباحث رو تا اینجا دوست دارین و دوست دارین که مباحث آموزشی بیشتری دریافت بکنین، لطفاً حتما کانال رو سابسکرایب کنین. از لایک و کامنت گذاشتن برای ما اجتناب نکنین.
و در نهایت اسلاید آخر. Aquí tienes un mapa en el que figuran los nombres de todas las comunidades. اینجا ما نقشه‌ای داریم که اسم تمام ایالت‌های خودمختار اسپانیا درش اومده. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de habitantes y la segunda de España en superficie. اندلوسیا در واقع ایالت خودمختاری هستش که بیشترین تعداد سکنه رو در خودش جای داده و همینطور هم از لحاظ مساحت دومین مقام رو در اسپانیا داره. مادرید es la capital de España desde 1562. مادرید پایتخت اسپانیاست از سال 1562. Es una ciudad de gran e impresionante monumentalidad. هم از لحاظ در واقع ابنیه‌ای که درش هستش، هم از لحاظ خود بزرگی شهر بسیار جالب توجهه. Castilla La Mancha está al sur de Comunidad de Madrid. در قسمت جنوب مادرید کاستیای لامانچا هست. ای al norte de Andalucía و دقیقا در شمال اندلوسیا قرار میگیره. Más o menos está ubicada en el corazón de la península. کم و بیش قرار گرفته در قلب شبه جزیره. En definitiva, tiene 3 parques nacionales que son muy famosos y casi intactos. پارک های ملی که درش هستن، 3 تا پارک ملی که درش ثبت شده هستن هم مشهور هستن. فاموسو میشه مشهور. ای کاسی یعنی تقریبا. اینتاکتوس یعنی دست نخورده هستن و همونطور هم که گفتم در واقع در قلب شبه جزیره هستش. Castilla y León es la más extensa de cuantas integran la península ibérica e incluso de las regiones de la Comunidad Europea. Comunidad Europea منظورش در واقع همون اتحادیه اروپا هست. پنینسولا ایبریکا یعنی شبه جزیره ایبری. منظورش اسپانیا هست، پرتغال، جبل الطارق و همینطور آندورا. کاستیا جایی هستش که ملکه ایزابل ازش اومده. همونطوری که میدونین از لحاظ تاریخی هم بسیار جای مهمی هستش. بهش قبلا اشاره کردیم. ایزابل با فرناندو که اهل آراگون بود با هم دیگه ازدواج کردن و این در واقع ازدواج اینوی ازدواج سیاسی بود که به نوعی اسپانیا رو با هم یک پارچه کرد. بعدن حالا در سر جنگایی که صورت گرفت قسمت‌های جنوبی هم به اسپانیا ملحق شد. حالا داره میگه که در واقع در شبه جزیره ایبریش کاستیای لئون مساحت خیلی قابل توجهی رو داره و حتی توی خود اتحادیه اروپا. اگه خاطرتون باشه ما در بالا گفتیم آندالوسیا مقام دوم در کشور داره ولی کاستیای لئون مقام اول رو پیدا میکنه. En resumen tiene un papel histórico importantísimo. papel میشه نقش، هیستوریکو تاریخی، ایمپورتانتیسیمو یعنی خیلی مهمه، نقش تاریخی خیلی مهم داره که بهش اشاره کردیم. Cataluña está situada en el extremo nororiental de la península ibérica. در شبه جزیره ایبری کاتالونیا در واقع در کجا قرار میگیره؟ در همون کنج جدول در بالای ایستاس بالارس رو ببینیم، بالای اون جزایر بالارس کاتالونیا قرار میگیره. کاتالونیا جایگاه خیلی خاصی در اسپانیا داره. چرا؟ tiene su lengua propia y una cultura y gastronomía muy especial. یعنی هم زبان خودشون رو دارن، هم کلتور و فرهنگ خودشون رو دارن و همچنین غذاهاشون هم muy especial، خیلی خاص خودشونه. گالیسیا، اکسترمادورا، ناوارا، مورسیا، ایسلاس کاناریاس، منظور از ایسلاس کاناریاس جزایر قناری هستش. لا ریوخا y también País Vasco son otras comunidades más importantes. otras یعنی otras comunidades که در واقع ایالت‌های خودمختار دیگه بسیار مهمی هستن که poco a poco، که poco a poco یعنی ریز ریز. les conocemos یعنی اونها رو، conocemos میشناسیم. زبان آموزای عزیز خیلی متشکرم که این جلسه همراه من بودین. امیدوارم که این جلسه رو با دقت زیادی دنبال بکنید. در جلسه بعدی تمرین‌های بیشتری خواهیم داشت در رابطه با نحوه مکالمه کردن، تمرین‌های زیادی خواهیم داشت و مختصری هم در آینده به فعل‌ها برخواهیم گشت، هم نحوه صرفشون، هم اینکه در واقع چه مشخصات خاصی خواهند داشت. خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشین.
خیلی ممنونم که ویدیو ما رو تا انتها دنبال کردین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین، زنگوله کنار رو حتما بزنین تا از اومدن ویدیوهای جدید مطلع بشین. از لایک کردن و همینطور برای ما کامنت گذاشتن غافل نشین. خوب باشین.